خب در جلسه قبل در رابطه با توابع استهلاک با هم صحبت کردیم دوستان. ببینید ما توابع استهلاک که خدمت شما عرض کردیم شامل تابع SLN بود که روش خط مستقیم رو شامل میشد، تابع SYD بود که روش مجموع سنوات بود، تابع DV که روش نزولی بود و تابع DDB که روش نزولی مضاعف بود. یه تابع هم داشتیم برای اینکه شما در یک بازه خاص بخواید مبلغی رو در رابطه با استهلاکش محاسبه کنید. مثال هایی که در این رابطه هست، فرض بفرمایید که ما یک دارایی رو داریم به بهای تمام شده در واقع 1 میلیارد و ارزش اسقاطی معادل 100 میلیون. حالا این ارزش اسقاط به صورت عددی هست، من میخوام این رو مثلا به صورت درصدی بدم، فرق نمیکنه. اینجا میام اینو پاک میکنم، مساوی رو میذارم، میگم که مثلا 10% بهای تمام شده، پس این میشه ضرب داره 10%. بستگی داره که مثال چی از من بخواد. پس یا میتونه به صورت عددی باشه یا میتونه به صورت مبلغ باشه. عمر مفیدش هم که مشخص هست چه تاریخی چه مدت زمانیه و تعداد سالهاش بر چه پایه و اساسی ارائه شده. بحث دیگر تاریخ تحصیل دارایی است. حالا فرض کنید که این دارایی در مثلا فرض کنید در ابتدای سال، ساده ترین حالتش مثلا فرض کنید ابتدای سال مثلا 1390 این دارایی خریداری شد. من یه جدولی اینجا طراحی کردم در رابطه با جدول محاسبه استهلاک به روش خط مستقیم. خب سالهای عمر مفید رو اومدم اینجا به عنوان پایان سال و تاریخی که قرار ثبت‌ها زده بشه تنظیم کردم. مثلا پایان سال 90 91 92 الی آخر تا سال 1400 که این دارایی دیگه مستهلک شده و عمر مفیدش تمام میشه. بهای تمام شده رو وقتی میخوام وارد کنم، بذارید من اینا رو همه رو پاک کنم که همه رو با هم براتون وارد کنم. جدول خیلی ساده‌ای هست که همه تو طراحی جدول رو میدونید. بهای تمام شده هست، استهلاک انباشته هست، هزینه استهلاک و ارزش دفتری دارایی هستش. بهای تمام شده خب مسلماً من میدونم که یک سلول اینجا دارم که بهای تمام شده رو بهش معرفی کردم. این سلول رو بهش معرفی میکنم و این رو در واقع ثابتش میکنم، یعنی که این رو با علامت دلار هم سطر رو و هم ستون رو میبندم و این رو اوکی میکنم. اگر این رو ثابت نکنید زمانی که درک میکنید به سمت پایین این تغییر میکنه، پس باید حتما این رو ثابت کنید. در تمام سالهای عمر مفید بهای تمام شده یه دونه عدد داره توش دیگه، فرقی نمیکنه. اون چیزی که تغییر میکنه چیه؟ استهلاک انباشته هستش که هر سال مبلغی رو به عنوان هزینه استهلاک در نظر میگیرید و این رو میبرید به حساب استهلاک انباشته. مبلغ استهلاک یا هزینه استهلاک که میخوایم حساب کنیم رو بذارید من جای اینا رو عوض کنم، اینو بذارم هزینه استهلاک، این یکی بذارم استهلاک انباشته. هزینه استهلاک ما گفتیم تابع داریم، اینجا من مساوی میذارم، تابع SLN رو بهش میدم. همونطور که عرض کردم تابع SLN دارای 3 تا آرگومان هستش. اینجا fx رو بزنید، البته بعد از مساوی، از اون طریق البته میتونید برید ها. اینجا SLN رو بزنید تابع براتون فانکشناش باز میشه. اینجوری اگر اومد بازم نگران نباشید. اینجا SLN رو اوکی بله آره میدونم بعضی وقتا این اتفاق میفته. اون 3 طریق رو برای ارائه فرمول شما دارید، فرق نمیکنه از هر طریقی برید، در حال این پنجره فانکشن باید باز بشه. یا اگه خواستید خطی وارد کنید نیازی به اون نداره. خواهش می‌کنم اینجا آدرسی که بهش میدید دوستان نگاه کنید، بهش این آدرس بهای تمام شده‌ای که توی اطلاعات مسئله دادید رو وارد میکنید. اینجا من بهای تمام شده رو بهش میدم و این رو باز فیکسش میکنم. چرا؟ چون بهای تمام شده تغییر نباید بکنه جاش، همیشه از همونجا باید عدد رو رهگیری کنه. قسمت دوم سالویج هست. طبق صحبتایی که کردیم سالویج یعنی ارزش اسقاط، این هم تغییر نمیکنه، پس این رو هم من ثابت میکنم با چی؟ با علامت دلار که قبلا در موردش صحبت کردیم. لایف هم اینجا تغییر نمیکنه، یعنی عدد 10 هم باز اطلاعاتش ثابت هست. تو روش خط مستقیم همونطور که میدونید
همه سالها مبلغ استهلاک برابری رو بایستی محاسبه کنید. خب این رو اگر اوکی کنید میاد و در واقع محاسبات رو برای شما انجام میده و مبلغ هزینه استهلاک رو اینجا ببینید که محاسبه کرد و این رو درک میکنید تا کجا؟ تا آخرین سالی که قرار در واقع این محاسبات برای استهلاک انجام میشه. اینجا که انتخاب کردید برای محاسبه استهلاک انباشته دو تا راه دارید. یکی که استفاده کنید از در واقع گزینه کویک آنالایز که این پایین با کنترل کیو نشون داده شده. یکی این که بیایید اینجا و سال اول بگید این عدده، خب سال دوم بگید مساوی میشه با این چیزی که امسال حساب کردم به اضافه سالهای قبلش. خب این رو درک میکنید تا پایین، این محاسبات رو انجام میده. این یه راهشه که این کار انجام بدید. یک راهش هم استفاده از قسمت مربوطه که عرض کردم، این ستون مربوط به استهلاک رو میگیرید، این کویک آنالایز رو باز میکنید، یه پنجره اینجا باز میشه، قسمت توتال، گزینه آخر که رانینگز هست. این مسیر رو هم حتما بچه‌ها یاد بگیرن که اگه وقتی گزینه سوال بود بدونن از چه مسیری بایستی انباشته ها رو حساب کرد. یعنی هر اتفاقی که میفته به اضافه اون اتفاقاتی که قبل افتاده بایستی از پنجره کویک آنالایز، همونطور که عرض کردم این پنجره کویک آنالایز هست، کویک آنالایز گزینه توتال و گزینه رانینگز رو کلیک کنید. این سه تا کلمه رو کنار هم بنویسید دوستان تو جزوهاتون یه جایی. برای محاسبه انباشته مقادیر، برای محاسبه انباشته فرق نمیکنه، الان اینجا انباشته استهلاک، هر جای دیگه خواستید انباشته حساب کنید مسیرش از همینجاست. برای محاسبه انباشته مقادیر از پنجره کویک آنالایز قبله‌شو از اینجا نگاه کنید. از پنجره کویک آنالایز جلوش بنویسید کنترل کیو، گزینه توتال و گزینه رانینگ. کلیک میشوند. ببینید این پنجره کویک آنالایز خیلی پنجره پرکاربردی. حالا مسیر رو الان شما یاد گرفتید. خب بعدن که یکم بیکارتر شده برید نگاه میکنید. الان نگاه کنید این درصد کلی رو بهتون میگه. این قسمت تعداد موجود در هر سلول رو براتون در واقع محاسبه میکنه. گزینه بعدی همینجوری که من رو گزینه ها میرم ببینید این بالا داره توی ستونه حساب میکنه. ببینید اوریج یا میانگین ها رو براتون محاسبه میکنه. این میاد جمع میزنه. این قسمت باز کار دیگه، این تازه یه تبش هست، این باز چارت ایجاد چارت میکنه. یعنی شما چارت های مختلف رو میتونید اینجا ایجاد کنید با گزینه هایی که مد نظرتون هست و بقیه موارد. این در واقع طبقه بندی بر اساس مبلغ هست، یعنی رنگ ها به شکلی با اعداد مرتبط میشن. حالا اینا رو من بهتون نگفتم که بحث گرافیکی هست، فرصت نشد. درصدهای کل و بقیه موارد. فعلا ما به گزینه توتال و بخش رانینگ اشاره کردیم که زحمت میکشید از این مسیر انباشته رو حساب میکنید. این استهلاک انباشته شما محاسبه شد. حالا اگر ارزش دفتری رو بخواید باید چیکار کنید؟ مساوی رو باید بذارید، بگید بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته. این رو کلیک میکنید و محاسبات انجام میشه و دیگه اینجا دیگه فیکس نمیشه، چون هر خونه‌ای به صورت سطری فقط به اطلاعات خودش نیاز داره و این رو درک میکنه. چون من یه سلول رو مرج کردم این پایین برای همون ارور میده. خب اگر دقت بفرمایید دوستان، پایان سال 1400 که آخرین سال عمر مفید دارایی هست، مبلغ مانده یا در واقع مبلغ ارزش دفتری بایستی با مبلغ ارزش اسقاط برابر بشه.
درسته؟ خب که این اتفاق نیفتاده الان. چرا اتفاق نیفتاده به نظرتون؟ اشکال رو پیدا کنید. آها، هر کی گفت اشکالش کجاست؟ الان این عدد اینجاست. خب با این فرق کرده. نباید فرق کنه. چرا؟ آره، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6، 7، 8، 9، 10 تمومه دیگه. 1 سال اضافه حساب کردیم. چشم. نمره 20 بدیم. خب اینجا الان این گزینه چی بود؟ این یه راستی آزمایی بود که من بهش مقدار داده بودم. گفته بودم اگر این عددی که اینجاست برابر شد با این عددی که ارزش اثبات هست، اون وقت شما مثلا بیا بنویس که صحیح هست. فارسی اصلا. در غیر این صورت بنویس که غلطه. خب این میشه صحیح است. اگر اشتباه باشه میگه غلطه، مثل حالت قبلی. درست شد؟ پس بنابراین شما روش محاسبه یا در واقع تهیه یک جدول رو در رابطه با اصطلاح به روش خط مستقیم به همین راحتی میتونید داشته باشید. الان اگر شما بپرسن مبلغ ارزش دفتری این دارایی با این مشخصات در سال 95 چه عددی است، خب جدول رو دارید دیگه، خیلی راحت میتونید اینجا عددش رو به دست بیارید. 460 میلیون. یا مانده حساب استهلاک انباشته قابل گزارش در دفاتر چه عددی است، شما اینجا میتونید مبلغش رو در سال 94 در پایان سال 94 در صورت‌های مالی مبلغ استهلاک انباشته‌تون چه عددی است، خب این عدد رو اینجا میتونید به دست بیارید دیگه، خیلی راحت دیگه. اصل بهای تمام شده تاریخی به شما مجوز نمیده که شما بیاید ارزش‌ها رو بر اساس تورم افزایش بدید، اما تجدید ارزیابی رو هم خواهیم داشت. یعنی ما بازه ارزشیابی برای تجدید ارزیابی چند وقت است؟ آیا مردم طبق قانون تجدید ارزیابی حداقل 3 یا حداکثر 5 سال، یعنی اگر شما تصمیمی گرفتید که قرار شد تجدید ارزیابی در شرکت انجام بدید، هر 3 تا 5 سال میتونید این فرآیند تجدید ارزیابی رو داشته باشید و سودی که از این بابت در صورت‌های مالیتون شناسایی می‌کنید، این سود تحت عنوان سود تحقق نیافته بایستی در صورت سود و زیان جامعهتون گزارش بشه. اون رو هم میتونید تحت یک جدولی تهیه کنید، ارزیابی هاتون رو ارائه کنید برای گزارشگریتون، برای گزارشگری در واقع برون سازمانیتون یا درون سازمانیتون. اونها رو بیایید باز به صورت شرطی شما تابع بلدید دیگه، میگید اینو بیا حساب کن، بعد اونو بهش اضافه کن، بعد این ازش کم کن، خب اینجا بیا مبلغ خالص ارزش دفتری توی تاریخ به من بده. من فقط اینجا مراحل اولیه کار رو به شما میدم، یعنی خشت ها یا اون آجرها رو به شما میدم. شما میخواید دیگه هر خونه رو به هر شکلی بسازید میتونید بسازید دیگه، باید مسیر رو دنبال کنید که با توجه به خلاقیت خودتون بتونید نتیجه بگیرید. حالا با اون چیزایی که بلدیم و با اون اصولی که بهش پایبند هستیم، نحوه محاسبه به این شکله. حالا اگر ما این دارایی رو خریداری کرده باشیم، مثلا فرض بفرمایید در آذر ماه یا ابتدای آذر ماه 1390، یعنی وسط سال، کاری که باید انجام بدید چیه دوستان؟ یاد گرفتیم دیگه، همین جدول رو ما داریم اینجا. حالا اگر این هزینه استهلاک رو ما حساب میکنیم مال چند وقته؟ مال 1 ساله. خب از اول آذر که میشه برج 9 تا آخر سال میشه چند ماه؟ آذر، دی، بهمن، اسفند. درسته؟ بله. پس این میشه ضرب داره چند؟ 4 تقسیم بر 12.
این میشه استهلاک سال اولم. سال دومم بازم 2 قسمت داره ها، ولی چون 2 تا قسمتش با یه قسمتش عددش فرق نمیکنه من دیگه باز فرمول رو تغییر نمیدم، یه ردیف یا یک سطر اینجا اضافه میکنم. چرا اضافه میکنم؟ علت داره. 1399 این فرمول رو درک میکنم به سمت پایین، اینم درکش میکنم به سمت پایین، اینم به همین شکل. سطری که اضافه شد مال کیه؟ مال سال 1400. اما سال 1400 از اول سال تا ابتدای آذر این داره برای من کار میکنه هنوز. پس بنابراین استهلاک سال آخر رو باید چیکار کنم؟ ضرب کنم در چی؟ چند؟ 8/12. اینم 8/12. درست شد؟ آره 8 تقسیم بر 12. و باز میبینید که دقیقا در پایان عمر مفید مبلغ مانده ارزش دفتری با ارزش اظهار برابر در میاد. پس 2 تا حالت رو ما برای تابع SLN با هم بررسی کردیم. حالت اول زمانی که در ابتدای دوره خریداری شده که خیلی کم پیش میاد یا اصلا غیر ممکنه. حالت دوم در تاریخ بین ماه هست. حالا اگر وسط ماه بود اونجا میتونید شما بازه تقسیم بندیتون رو بر اساس روز تنظیم کنید. 365 روز سال رو بذارید توی قسمت اول، تعداد روزهایی که ازش استفاده کردید رو بذارید روی صورت کسر و به همین راحتی این رو دقیق و مرتب حساب. اما با توجه به اطلاعاتی که عرض کردم خدمت شما، سندی که بایستی شما از بابت هزینه استهلاک در هر سال بزنید هم که همتون بلدید دیگه. هزینه استهلاک انباشته است. هزینه استهلاک بدهکار میشه، استهلاک انباشته بستانکار میشه. بحث اینجا بحث محاسبه آثار بود که نحوه محاسبه آثار با توجه به نرم افزار و تابع SLN در روش خط مستقیم یاد گرفتیم. از این بعد چیکار کنیم دیگه؟ روی دفتر و کاغذ نمیشینیم، روی با قلم و کاغذ حساب کنیم. ثبتایی هم که میزنید به این شکل همونطور که عرض کردم در 29/12/90 مبلغ بدهکار، اینا هم ضمن وصله ها، یعنی نگاه کنید من این تغییری که اینجا بدم اینجا تو ثبتم هم تو سندم هم میاد تغییر میکنه. چرا؟ چون من اینجا اومدم مساوی گذاشتم، گفتم این مال سال 90، اینجا اوکی کن. یا میتونید این رو باز از تابع ایکس لوکاپ استفاده کنید، یعنی این عدد سال رو اینجا وارد کنید بهش بدید، بعد بیاد بگید اینو پیدا کن، عدد روبرو تو سون سوم برای من برگردون. اینا دیگه راهایی که شما میتونید پیدا کنید. و به همین شکل ادامه دادم تا ثبت‌های مربوط به هزینه تا اینجا تا سال 96 داریم. ثبت‌هاش کاملا مفرز و مشخص باشه. سوالتون قسمت اگر هست بفرمایید.